سرخط مهمترین خبرها: سنجش ورود به روسیه در دوشنبه ارزان شد، شکایت نزدیکان مرد غرق شده در ولایت بدخشان و به یک تاجیک قرقیزستان منصب نو دادند. درود بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 5 دکبر سال 2024 است. نرخ خدمترسانی نمایندگی وزارت کارهای داخلی روسیه در دوشنبه ارزان شده است. به اطلاع خدمات مهاجرتی تاجیکستان، نرخ سنجش ورود به روسیه از 460 به 153 سامانه پست شد. اگر شهروندان خواهند که در نمایندگی روسیه ایزی انگشت سپارند، پس برای این باید 60 سامانه دیگر سپارند. خدمات مهاجرت میگوید که سپاریدن ایزی انگشت در خود روسیه 3000 روبل است. ما این معلومات را مستقلانه تصدیق کردن نمیتوانیم. نمایندگی وزارت کارهای داخلی روسیه ماه می امسال افتتاح شد. این مرکز در خیابان عینی دوشنبه و در بینای خدمات مهاجرتی تاجیکستان کار میکند. مقامات تاجیکستان گفتند فعالیت این مرکز به شهروندان امکان میدهد که در فرودگاه‌های روسیه برای سپاریدن ایزی انگشت و سنجش ورود سرسان نشوند. هرچند از شکایت مهاجران برمی‌آید که بعد کار این مرکز هم سرسانی مهاجران در فرودگاه‌های روسیه کم نشده است. دادستانی کل تاجیکستان جزئیات پرونده فیض عالی وکیل مدافع تاجیک را آشکار کرد. فیض عالی 74 ساله روز 29 نوامبر به 2.5 سال زندان محکوم شد. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه او را به دیده و دانسته رساندن خبری دروغ نسبت به پروکورور گناهکار دانست. خودش روز 25 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که هیچ گناه ندارد. دادستانی کل روز 4 دکبر در خبرنامه تصدیق کرد که فیض عالی به این نهاد شورای امنیت، آژانس مبارزه با فساد، وزارت کارهای داخلی و پلاتای حساب خطی مراجعت کرده است. از جمله درباره گویا 21000 سامانه گرفتن کارمند دادستانی خالقزاده، 50000 سامانه گرفتن ناظر پلاتای حساب شریف زاده و 20000 سامانه گرفتن وکیل مدافع سعید و از شمس الله همراه زاده. اما مقامات نامه فیض عالی را دیده و دانسته رساندن خبری دروغ، آواره‌کنی مقامات دولتی، قصاص‌گیری و دیگر نیت‌ها نامیدند که به باور آنها به آگاهی شخص وکالت دهندش همراه زاده نوشته شده است. فیض عالی روز 25 نوامبر به رادیوی آزادی گفته بود که شمس الله همراه زاده را مجبور کردند از بیاناتش دست کشد. در خبرنامه دادستانی کل گفته شده است که در جریان سنجش وجه‌های حمایتگر یلداشوف تصدیق نیافت و به همین دلیل نسبت به کارمند دادستانی، ناظر پلاتای حساب و یک وکیل مدافع پرونده باز نشد. حالا معلوم نیست که فیض عالی نسبت به حکم دادگاه ناحیه سینا شکایت میبرد یا نه. در شهر دوشنبه پرداخت پول آب را موقتا منع کردند. خبرگزاری اوستا از قبل اداره تامینات آب پایتخت گزارش داده است. به قبل منبع از 4 تا 9 دکبر ساکنان شهر دوشنبه نباید از یگان راه پول آب را سپارند، چون به گفته مقامات در این دوره اداره آب دوشنبه به نظام پرداخت بیلینگی میگذرد و تنها بعد از این پرداخت پول آب از سر گرفته می شود. پیوندان یک ساکن ناحیه شاغنان که در دریای پنج غرق شده است از کار نجات دهندگان شکایت دارند. روز 3 نوامبر یک مرد 54 ساله از دهه پیش ناحیه شاغنان به جری سرازیر شده به دریای پنج افتید. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان گفت که ماشین را از آب بیرون آورده ولی خود راننده را پیدا نکردند. یکی از پیوندان این مرد 5 دکبر به رادیوی آزادی نوشته است کارمندان کمیته حالات فوق‌العاده در حقیقت جسد این مرد را جستجو میکنند، در حالی که نظر کمیته حالات فوق‌العاده فعلا معلوم نیست. خویشاوندان مرد غرق شده نوشته است که نجات دهندگان از آنها خواستند جسد را پیدا کنند، آنها آن را از آب بیرون خواهند آورد. همه ساله در آبهای تاجیکستان 10 نفر غرق می شوند و جسد نه همه آنها پیدا می شود. از جمله پیوندان یک دختر جوان در شهر دوشنبه ماه‌ها باز نمی توانند جسد او را از یک رودخانه در کنار پایتخت پیدا کنند. همچنین جسد یک آموزگار دانشگاه تجارتی تاجیکستان هم از دریای زرافشان پیدا نشد. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2023 برای معالجه از زندان اوین در ایران رها شده است. مصطفی نیلی وکیل مدافع محمدی روز 4 دکبر خبر را تصدیق کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نرگس محمدی بر پایه خلاصه پزشکی و رضایت دادستانی تهران برای 3 هفته آزاد شد. وکیل این تصمیم را به وضع سلامتی شخصی زیر حمایتش پیوند داد. نرگس محمدی 52 ساله چند پیش جراحی پیوندی استخوان شده بود. سازمان‌های
بین المللی دفاع از حقوق بشر طی 2 ماه اخیر رهایی او و دسترسیش را به تبابت تقاضا کردند. محمدی در مجموع به 13 سال و 9 ماه زندان محکوم شده است. رفشنبک صابروف رئیس جامعه تاجیکان قرقیزستان به نام ابو عبدالله رودکی اجرا کننده منصب وزیر کار و حفظ اجتماعی و مهاجرت این کشور تعیین شد. فرمان را در این باره صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان روز 4 دکبر امضا کرد. صابروف 54 ساله است و از سال 2010 وکیل پارلمان انتخاب شده بود. در سال 2011 اولین وزیر تاجیک در حکومت قرقیزستان گشت، اما ایولی 2012 دستگیر و با گناه رشوه‌ستانی زندانی شد. ماه مارس سال 2014 بر اساس قانون افرها گردید. رفشنبک صابروف همیشه پرونده‌اش را ساخته و دارای انگیزه‌های سیاسی دانسته است. وی در ماه اکتبر سال 2020 همراه تیم صادر جباروف دیگر باره به حکومت برگشت. او را کاملا بیگناه اعلام کردند. نخست وزیر ارمنستان گفته است اختلاف بین یریون و مسکو درباره نقش سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی نشان می‌دهد که در شرایط فعلی امکان بازگشت این کشور به سازمان غیر امکان است. نیکول پاشینیان 4 دکبر در پارلمان کشورش گفت ارمنستان حضور خود را در سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی متوقف کرده در محاکمه یا تصمیم گیری های سازمان شرکت نمی‌کند. ما علاقه خود را بیرون از این سازمان حساب می‌کنیم، به کارهای آنها دخالت نمی‌کنیم و هم نمی‌گوییم که حق ویتو داریم، افزود پاشینیان. روز 2 سپتامبر امسال نخست وزیر ارمنستان اعلام کرده بود که کشورش عضویت خود را در همه ساختارهای سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی بازداشته است. روابط ارمنستان و سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی در پی نزاع قره‌باغ کوهی سرد شد. ارمنستان تیر ماه سال 2022 از اعضای سازمان خواسته بود در پیشروی عملیات نظامی آذربایجان همسایه کمک کنند، ولی این درخواستش بی جواب ماند و یریون اعضای این سازمان را در نادیده گرفتن طلب‌هایش عیبدار نمود. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 5 دکبر را فرا می‌گیرد. با قرار کمیته مرکزی حزب کمونیست روز 5 دکبر سال 1929 جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان به حیث واحد جداگانه به سازشنامه تأسیس اتحاد شوروی همراه کرده شد. تا آن زمان از سال 1924 تاجیکستان در هیئت ازبکستان شوروی یک جمهوری مختار بود. مقام جداگانه جمهوری شوروی سوسیالیستی که با تلاش‌های پیگیرانه رهبران وقت تاجیکستان نصرت الله مقسوم، شیرین شاه تیمور، چنار اماموف و دیگران به دست آمد، برای رشد این جمهوری به حیث مأموریت علاهیده در پهنای شوروی امکان داد. 5 دکبر سال 2017 خیرالله میرسیدوف روزنامه‌نگار و مؤسس دسته حاضر جوابان تاجیکستان در آزمون کوین کشورهای همسود بازداشت شد و سال بعدش با عیبنامه غصب و اسرافکاری مبلغ‌های دولتی و دیگر اتهام به 12 سال زندان محکوم گردید. بازداشت او بعد آن صورت گرفت که در شبکه‌های اجتماعی رئیس سابق اداره جوانان ولایت سعود را به طلب پاره گناهکار کرد. تحت فشار سازمان‌های بین‌المللی حامی آزادی بیان، میرسیدوف اوگوست سال 2018 شرطاً آزاد شد و تاجیکستان را ترک کرد. از 5 دکبر سال 2013 با رضایت سازمان ملل متحد روز جهانی خاک برگزار می شود که هدفش حفظ و نگهداری زمین و ترکیب آن می باشد. دانشمندان از استفاده بی تنفس زمین و خاک در کشاورزی و صنعت و هم آزمایش‌های کیمیایی ساری نگرانی می کنند و می گویند نادیده گرفتن ترکیب مینرال‌های آن می تواند باعث بی‌حاصل و نابود شوی ترکیب‌های فایده‌ناک زمین برای ادامه زندگی نباتات و حیوانات و انسان شود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 104 سومان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبرهای از این بیشتر را چون همیشه می توانید در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org مطالعه کنید. خدا نگهدارتان.